برگزیده‌ای از داستان‌های کوتاه زنان جهان تهیه شده در چنل کافه کتاب. داستان کوتاه چراغ را برایشان روشن نگه دار. نویسنده کارا رابینسون با صدای آیدا نظری. برای خرید تعدادی تمبر در صف طولانی اداره پست ایستاده بودم. هوای داخل ساختمان بسیار گرفته بود و صف آنقدر طولانی بود که فکر می‌کردم هرگز جلو نمی‌رود. ناگهان متوجه شدم که زنی با یک ساک سنگین و 2 بچه کوچک وارد اداره پست شد و در صف پشت سر من ایستاد. وقتی به آنها نگاه کردم احساس کردم که مادر و 2 فرزندش خسته و شتاب زدند. بچه‌ها بهانه می‌گرفتند و زن مدام این پا و آن پا می‌کرد تا به طریقی بتواند آنها را سرگرم نگه دارد. اما ظاهراً بچه‌ها بی‌حوصله‌تر از آن بودند که بتوانند روی پا بند شوند. به همین دلیل به سمت زن برگشتم و به او گفتم می‌تواند جایش را در صف با من عوض کند. زن صمیمانه تشکر کرد و همراه بچه‌هایش جلو آمد. ازدحام مردم در برابر باجه پست هر لحظه بیشتر می‌شد. فقط چند دقیقه تا تعطیلی پستخانه مانده بود و متاسفانه صف اصلاً حرکت نمی‌کرد. پس از چند لحظه یکی از ماموران پست جلو آمد و بین من و زن ایستاد و گفت صف فقط تا اینجاست. از این خانم به بعد دیگر امروز نوبتشان نخواهد شد. سپس در حالی که به من و آدم‌های پشت سرم نگاه می‌کرد ادامه داد بقیه می‌توانند فردا تشریف بیاورند. و حرف آن کارمند به این معنا بود که من آن روز نمی‌توانستم نامه‌هایم را پست کنم. آن هم پس از آن همه مدت که در صف ایستاده بودم. و این بدبیاری فقط به این دلیل بود که جایم را با آن زن عوض کرده بودم. برای یک لحظه از دست خودم عصبانی شدم. به خودم گفتم نمیشد یک بار انسان دوستیت گل نکند؟ حالا فردا دوباره چطور میخواهی این راه طولانی را بیایی و در این هوای خفه توی این صف بایستی؟ از خشم دندانهایم را به هم فشار دادم و به بخت بد خودم لعنت فرستادم. در همین افکار بودم که ناگهان آن زن برگشت و با همدردی به من نگاهی کرد و گفت واقعا متاسفم که اینطور شد. اما نمیدانید چقدر از شما متشکرم. اگر جایتان را به من نمیدادید معلوم نبود چه بلایی سرم می آمد. مدتی است که هزینه برق و گاز را پرداخت نکردم و اگر امروز هم نوبت به من نمی رسید گاز و برق آپارتمانم را قطع می کردم. آن وقت نمی دانستم که در تاریکی و سرما با این 2 بچه کوچک چه کنم. این حرف مرا به شدت تکان داد. آیا واقعا من باعث شده بودم که چراغ خانه این زن روشن بماند؟ آیا حرکت من باعث گرم نگه داشتن کاشانه او می شد؟ اگر به راستی چنین بود، پس ما انسان‌ها از چه قدرت عظیمی در یاری رساندن به یکدیگر برخورداریم و چقدر حرکات و تصمیم‌های ساده ما می‌تواند جهان را برای دیگری متفاوت کند. با همین افکار از اداره پست بیرون آمدم. در حالی که برای اولین بار حس می‌کردم دلم می‌خواهد به آدم‌های اطرافم با دقت بیشتری نگاه کنم. در همان حال ناگهان پیرزنی را دیدم که با لبخند به طرفم می آمد. تعجب کردم. پیرزن را نمی شناختم. حتی چهرهش برایم آشنا نبود. پیرزن موهای جوگندمی را پشت سرش بسته بود و چهره مهربانی داشت. وقتی به من رسید مرا با نام کوچکم خواند. سلام کارا. از تعجب خشکم زده بود. اما سعی کردم جواب پیرزن را بدهم. سلام خانم. پیرزن لبخند زد و گفت مرا نمیشناسی؟ سرم را به علامت نفی تکان دادم. مطمئن بودم که پیش از این او را جایی ندیدم. با مهربانی گفت مهم نیست. یک روز یادت میآید که مرا کجا دیده ای. لبخندی زدم و با دقت به چشمهای پیرزن نگاه کردم. سایه آشنا را در نگاهش احساس کردم. اما باز هم نتوانستم چیز بیشتری در مورد او به یاد آورم. پیرزن گفت من فقط برای این آمدم که بگویم امروز وقتی به خانه‌ات می روی سوار آسانسور نشو.
آسانسور خانه‌ات خراب شده. از پله ها برو. خواستم چیزی بگویم، اما پیرزن لبخند زنان در میان جمعیت گم شد. خانه من در طبقه 6 آپارتمانی 9 طبقه قرار داشت و فکر بالا رفتن از پلکان 6 طبقه، آن هم پس از یک روز دوندگی و سرپا ایستادن، خستگیم را صدچندان می‌کرد. اما با خودم فکر کردم این پیرزن هر که می‌خواهد باشد. مهم این است که از نظر خودش خواسته به من کمکی کند. همان کاری که من چند دقیقه پیش برای آن زن و بچه‌هایش انجام دادم. وقتی در صف جایم را با او عوض کردم، نمیدانستم که این کمک بزرگی است. نمیدانستم که به زودی پستخانه تعطیل می شود و کمک من باعث خواهد شد که چراغ خانه و گرمای خانه زن قطع نشود. شاید خبر آن پیرزن هم نشانه‌ای برای من باشد. شاید هم کمکی بزرگ. با این افکار وارد ساختمان شدم و بدون نگاه به آسانسور شروع به بالا رفتن از پله‌ها کردم. به طبقه 3 که رسیدم نفسم گرفته بود، اما خوشحال بودم که به ندای پیرزن گوش دادم. حسی در درونم میگفت که از خطر بزرگی نجات یافتم. هنوز 3 طبقه دیگر مانده بود که ناگهان صدای هولناکی به گوشم رسید و به دنبال آن بوی سوختگی شدیدی حس کردم. همسایه هایی که از طبقات بالا می آمدن می گفتن که در طبقه 5 سیم برق داخل آسانسور اتصالی کرده و سیمکشی آن آتش گرفته و خوشبختانه کسی در آسانسور نبوده. آسانسوری که لحظات پیش در طبقه پایین منتظر من بود و اگر هشدار آن پیرزن نبود به طور حتم من آن شب از مرگ حتمی نجات یافتم. سالها بعد یک روز که در برابر آینه موهای جوگندمیم را پشت سر می‌بستم، ناگهان آن چهره آشنا دوباره در برابرم ظاهر شد. از ملاقات دوباره او تکان خوردم. آنجا در آینه پیرزن ایستاده بود و با همان چشم‌های مهربان به من می‌نگریست. چگونه بود که 40 سال به دنبال او بودم و حال ناگهان او را در آینه خود می‌یافتم. پیرزن تصویر پیری من بود. چگونه در این سالهای طولانی او را نشناخته بودم؟ از همان روز که جایم را در صف آن زن و فرزندانش دادم، زندگیم به نحو عجیبی دگرگون شد. از آن زمان هر وقت شخصی را با چهره ناراحت و اندوهگین می دیدم، حتی اگر او را نمی شناختم، به سمتش می رفتم و اگر هم کاری از دستم بر نمی آمد، تنها سلامی می دادم و حالش را می پرسیدم. از آن زمان هر وقت که کسی از کنارم می گذشت، تنها یک جمله به ذهنم می رسید: چراغ را برایشان روشن نگه دار. و این گونه بود که زندگی من در یک لحظه ناگهان روشن شد و از آن پس من دوست داشتم که خودم را چراغ افروز دیگران بدانم، حتی اگر هیچ کاری از دستم بر نمی آمد. فقط همین مرا راضی می کرد: چراغ را برایشان روشن نگه دار.